با نام خدای بخشنده مهربان سلام. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تهران هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان، میخوام در اینجا همدردی خود را برای شخصانی که جان خود را از دست دادند در حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان همدردی بیان کنم و به شخصانی که زخمی شدند خداوند هر چه زودتر آنها را شفای کامل بدهد. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما آبونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما یکی از جاهای دیدنی زیبا و تاریخی شهری ورشو لهستان، یعنی موزه قصر شاهانه که شما در تصویر او را می‌بینید میباشد. قصر شاهانه یک یادگاری معماری و تاریخی در ورشو لهستان است. بنا که با اسلوبی باروک و کلاسیسیسم ساخته شده است. در آدرس زیرین واقع گردیده است: میدان قلعه 4. یادگاری مدنیت ملی با فهرست دولتی آثارخانه‌ها داخل کرده شده است. در ابتدا قرارگاه شاهزاده‌های مزاویه بود این مکان. در نیمه اول عصر 14 مناره قلعه پاسبانی در سرزمین گرچگاه‌های مزاویه به استحکام اساسی تبدیل یافت. در زمان حکمرانی ترایدینی 1314 میلادی و 1341 میلادی به قرارگاه کاستلی لانی ورشو و یکی از قرارگاه‌های کنیزها تبدیل یافت. قصر شاهانه سالهای 1598 میلادی و 1618 میلادی از جانب شاه لهستان و گرچاگی بزرگ لیتوا سیگیزموند واسا در جای قلعه عصریمیانگی گرچگاه‌های مزاویه ساخته شده است. قصر در بلندی صنعی ساخته شده شکل پنجگونه دارد و در پس منظره روش شهر با مناره 60 متری سیگیزموند فرق میکرد. در بین جنگ‌های جهانی قصر که آمیخته مرکب بیناها با برقرارسازی دوره‌های گوناگون بود با دقت برقرار کرده شد و پرزیدنت ایگناسی ماسیتسکی در آنجا مسکن گرفت. فاشیست‌ها با سر شدن جنگ دوم جهان این قصر را مینه‌کاری کردند و آن را منتظم و بی‌رحمانه ویران کردند. پس از جنگ جایی که یک وقت قلعه می‌ایستاد تا سال 1971 میلادی خالی بود و تصمیم گرفت شهرداری که این را از نو برقرار سازد و به مانند قصر دوره عصری 17 کارهای برقرارسازی تا سال 1988 میلادی ادامه یافت. دوستان عزیز، تمام تصویرها و نقاشی‌ها و جایهایی که شما می‌بینید این همش از طلا ساخته شده است و بریم با هم یک جای تماشا کنیم این موزه زیبا را. دوستان عزیز، اولین طبقه جای لباس چی میگن گاردروب است، جای لباس ماندن و سمکا ماندن و غیره. و میریم اینجا نوشته که آلبگید ها میگیری ما هم بگیریم چی؟ این در کن است استی نکوکی دوستان. اینجا بریم طرفی بالا ببینیم که چه چیزا داره. او پایان دوستان به خاطر شخصانی بوده که لباس و سمکا و همین سارا میگونه. نگوری؟ خسی جون که نگه و اولین چیزی که ما شاهدش میشیم طبقه بالایی این نقش نگارهای بر پارچه یکی در متریال بافته و ساخته شده. ببینید امروز خیلی نفر زیاد است. این طرف هم رسم باشه و میریم داخلی دیگه از همه دیگه قصر. دوستان عزیز چه می‌بینید خیلی زیبا هم است. هم تختی
شاهی است. خیلی زیبا هم هست. جایی که براش بستن چون همیشه خواهی زل شاهی است. میریم دیگه طرف. این طرف چی است؟ این طرف کدام زل یا که اوه چقدر زیبا بود اینجا. این لوسترا را بینیم، این چراغا را بینیم، خیلی زیبا است. خیلی زیبا و دیدنی. خیلی قصر زیبا است. خیلی توریست امروز زیاد آمده است اینجا و ما میبینیم دیگه طرف های قرارداد نگفتن اما این همش از آب طلا ساخته شده است و طلای اینجا نمونهش هست از کدام طلا، از طلای تازه خالص طلا ساخته شده است. خب دوستان یک قصر دیگر را بینیم چقدر زیبا است به خدا اینجا. خب ما با عکس و دیگاش کار نداریم، شما یک دفعه زیبایی را بینیم. این همش از آب طلا است. ما آب طلا این ساخته شده. این قصر شاهی شهر وارشاوا. ببینید دوستان دست زدن نمیمونه، اجازه نیست. این چی میگیم کاوچو کلیسای جوانی نام زمان شهر. شما بریم دیگه قصر دیگه ساختمان یعنی خدا زیبا است. ببینید چقدر زیبا است. قصر شاهی را ببینید، تخت شاهی، قصر نو تخت شاهی. این فیروزه‌ای عزیز نام شاه ایران آگوست پانیوتوفسکی بودن. همین طرف چی دیگر شاهی است. دوستان میریم دیگه طرف چی؟ ساختمان. اینجا هم بیبلیوتک شد بخونم. کتاب های اون در زمان رسانه ها نقاشی ها دیگر دیگر کتابش کن
تخت شاهی چقدر زیباست. خیلی چیز قدیمی هست اینجا. با کجا گفتم دوستان عزیز این همه از آب طلا ساخته شده است. هم قصر پذیرایی چقدر زیباست اونجا داخل. ببینید دوستان خیلی زیبا است. قدمی خیلی ارزشی بالا دارد. ببینید دوستان چیز خوش از کن نه این چیزها. میریم به طرف همین نقاشی ها و چه قدیما و زیبا. استانبول نقاشی ها تاریخ مردم لهستان نقاشی. است قصر دیگه تفار دیگه. میرم دیگه طرف دوستان. اینجا ببینیم زنجبری هم چیزای چای خوردن چیزای شاهی. و میرم به طرف. این ظرفا و چای چیز شاهی نان میخوردیم نگهستیم. طرف مساعد وقتا ما خیلی توریست زیاد است. هم صحنه بیرونی و بریم دیگه چی نبود ببینید مثل قالین است. در قالین مجسمه ها نقش گذاشته شده است. ببینید دوستان عزیز خیلی خوب است. می‌بینید طرفا یه طرف هم چیز قدم خانه هست. قدم اتاقی شاهمال است.
دوستان عزیز وارد دیگر ساختمان شدیم. دیگر چیزایی چی اینجا پیانین هم دست چند مبلای هم دور زمان این چند از استرایی دوستان عزیز نگفتن مورد ایه چی را بینیم؟ نقشه رو مختار مالدوان ترچه بخص ما وارد دیگه ساختمان شدیم. چندین نقشه هست ببینید چقدر زیبا هم هستن، قدیم هم هستن، خیلی با ارزش هستن این برادرها. دوستان عزیز اینجا چندین کاسه های غذاخوری هم برای زمان شام. میریم دیگه طرف دیگه طرف خسر واقعی خیلی خسر کردن است. ما دیگه خدا میدونم خب وارد دیگه خسر میشم وارد دیگه ساختمان. چقدر زیباست، چقدر زیبا، خیلی تمیز، خیلی خوب مثل جمع شدن. ساختمان دیگه اتاق دیگه میرم اتاق دیگه. اینجا برج ایفل ریش ساختمان برج ایفل هستش، ساختمان لندن. این چند عکس نقاشی های بر قالین از پارسا لهستان. این قالین های مناسبی طرف های ساختمان و اینجا هم یک قالین است، قالین خیلی زیبا نقاشی شده است. آبراز های خود مردم هلند یا لهستان و استانی نقطه نمود خیلی هم زیبا و دیدیم قلمدان و چیزا. میریم دیگه ساختمان خیلی هم زیبا. اینجا هم زال پذیرایی، زال مجلسگاه اردوان شاهی است. دوستان عزیز معلومات های بیشتر انشاءالله ما در برنامه پرا مفصل‌تر درباره این ساختمان این موزه انشاءالله گپ میزنیم. تمام جمع‌آوری میکنیم انشاءالله در رفت برنامه شما رو آگاه میسازیم که ببینید چقدر زیباست. وارسته معنی نقشه های مختلف ببینید چقدر جالب است. تخت شاهی رو ببینیم. تخت شاهی در موزه قصر شاهی در وارشاوا. ببینیم این طرف این طرف هم خیلی نقشه‌نگارهای فلان گذاشته شده است برای تماشا.
کنید. نقاشی زیبا و دیدنی. اینجا می‌بینیم اینجا می‌بینیم اینجا دوستان چندین پیکره ها ماندگی هستند در داخل ادولیز در کلیدار. می‌بینیم نگاه طرف قصر. اینم یکی از نقاشی کلانترین در خیلی قصر. خیلی قدیم است برادران. چقدر زیباست. این نقاشی‌های دیگه در ساختمان دیگه خیلی زیباست. و اینم چندین مبل‌های این دور زمان شاهی. زیباست. این مبل. خب میریم دیگه طرف قصر شاهی. ببینیم چه چیزها بناور گفتن میتونیم. انجلیکا کاوفمن سال 1788 میلادی کسی باشه که خیلی عکسش اینه بنابراین خب میریم دوستان عزیز دیگه اتاق که دیگه ساختمان چقدر زیبا است. چه شفته شد گفته همین سفید قشلاق به چه شفته شد. یک قصر یک خانه اتاق چقدر زیباست. چقدر دیدنی دوستان عزیز. دیوارهای رسانه‌ای خیلی خوب و زیبا آرایشی داشته است. در دیوارها این چه میگیم آتشدان پیچکایی که بخاری خیلی زیباست. خیلی اینجا برید میریم طرف اینجا برید. اینجا شاه غذا میخورد. اینجا جای خوردن غذای شاه و اینم نقش و نگارهای دیگر در اینجا گذاشته شده است. خب میریم دیگه طرف دیگه تا بگه بودن بود شدن میکنیم بارد بود. خیلی اینجا جای قدم درس خانه رو که چی کردن اتاق منتظری. میریم دیگه طرف زندگی.
اینجا کاسه و گلاسه های یادگاری ماندنی از آن دوره مانده شده خب این هم نقش و نگاره های دیگر در اتاق دیگر در قصر شاهی اینجا بیم تمزم کنید دوستان عزیز اینم طبقه dzień dobry طبقه دیگر طبقه پایین‌تر و در اینجا چرا جمعه شده است بریم این طرف دیگر قطاری که اینجا اینجا خیلی تاریک است شاید نمارها خوب نیاد بذار ببخشش دیدی؟ میریم خیلی دیگه سمت ها جمعه این اگر اتفاقی که زیاده چند هزار هزار چند میلیون دیدن میگه نفر از اینجا دیگه چی علاس دارم در ساخت خیلی جالب نداشت خب میرم دیگه طرف ساختمان dziękuję bardzo. Dziękuję, do wyjścia na wprost. Tak. Do widzenia. نه دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه این هم بود کمی معلومات نمیشه گذاشت اینجا یکی از چای دیگری دیگه ساختمان ببینید در وقتی در 1939 آسیب بوده است در وقت جنگ جهانی دوم این هم سال 1940 وقتی برقرار ساختنش به هم ریخت و این طرف هم اینجا مغازهش هست مغازه خود قصر میتونی که در این مغازه چندین چیزها بخرید برای یادگاری از قبل کتاب از جوراب نسکی برخالده سمکه ها اینجا چندین رسم ها هست میتونید بخرید برای یادآوری اینجا از مگنت میگن مگنت های بخاطر یادگاری 10,000 15,000 12,000 دوستان عزیز من گفتم آمد $1 تقریبا 4 یورو و 55 زلات می باشد یا 1 یورو 4 یورو و 68 زلات خود مقایسه کنید چند تا میشه دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه این هم بود کمی معلومات درباره قصر شاهی شهری ورشوای لهستان یا پولشا و گفتن امونا به کانال ما سر بزنید در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنید و کانال ما عضو شوید و زنگوله دایمی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید شما رو به خدا پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد بدرود دوستان میخواستم در اینجا تشکر خاصی کنم از نفرانی که ما را بیننده هستند لایک میمونند و کامنتر مینویسند و شما میتوانید ما را از طریق دیگر شبکه‌های اجتماعی
تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک همراهی کنید و تعقیب کنید. دیگه باقی مانده خداوند نگهداری همه ما و شما باشد.